آقا سلام دوستان، اومدم با یک گیم پلی جذاب. آقا ما اینجا نگاه کنیم چند نفرن. ما گفتیم ما یه نفری میبینن با این تعداد. ما رفتیم این بالا اول، این بالا رو لود کردیم. آقا دیگه من میدم شما بقیه‌اش ببینید. آقا ما یه تیکش رو لود نکردیم، مثلا دوباره برگردیم. آقا گفتیم شاید این دیل به دردمون بخوره، ولی گفتیم این یارو هم با استعمارش بزنیم ولی فشار بخوره. ما این سلاکو داشتیم من دیگه فایده نداره. وای بای چرا استعمارش درش نمونه. دیگه اینجا واقعا فکرشو کردیم که الان دیگه باید بریم چیز رو برداریم. اسنایپر رو با اینجا اسنایپر رو برداشته بودن، رفتیم دیگه گفتیم آقا ول کن بریم اون تیر استعمارس. یه جعبه قرمز مال استعمارس پیدا کردیم، تیراش بردیم و ریلود کردیم. ما یه بیبایی دیدیم گفتیم با این بیبایی عوضش کنیم، گفتیم بیخیال با قد به زیپه رو داشتیم. ببینم یه استعمارس نداره که الان فقط داره استعمارس زار میزنه. این نیدن نفتیم آقا بده این پیک ما بذاریم اینجا. وای وای اینجا جه زدن نمون گرفتنه. بیافتیمش بزرگ. نمون زیپ لاین
بریم کیلش کنیم یه دفعه این ما رو نکشه. اما من یه شک کردم خب نکنه کیلش نکرده باشم. اینم که چه رفت یخی افتاد دستمون. خیلی زیبا و خوشگله. دوباره این نمازین که اومد صدا بازی بکنم چی میگه. من ما رو فینیشر کنه بعد خودش خورد. وای 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 این هم از اسکواد لابی. آقا اینجا یه اسکواد دیگه داشتیم. دیگه تیرا ریجستر اصلا نشدن. دیگه چه وقتی واقعا خدا سنقلیه میره که میگم ما گفتیم چاهر رو بشیم دوبل بیم. گفتم بدیم همین هاور رو بکشیم. همه هاور هم برده بودن هیچی نداشته بودن. دیگه گفتیم چاهر رو کشیم. چاهر هم برده بودن. این هم از کار ما الان که زنکوش میسیم. ما رفتیم دنبال ماشینی گفتیم با پا بریم دیگه و خدا به مشحق بردی هاور جلوم بود. این هم همون شاپر تلفون میشون رفتن لابی. ما اینجا گفتیم بریم دراگوان گفتیم بریم اینجا نزدیک تره. اینجا همین صدا تیر شنیدیم گفتیم تستشون کنیم. هایی دیدیم خیلی قویان دیگه نمیده. اشتباهی دست مفتم اینجا پیاده شدیم. بابا اینا همونایی بودن که در رفتن. ها اینجا دمه شدیم گفتیم بریم آرمور بزنیم. آقا این کلاس کوفتی و نیارید خدا وکیلی.
سوار هاورمون شدیم، به راهمون ادامه دادیم. اینجا یه دقیقه وایسادیم، گفتیم یه لوتی اینجا کنیم و همین تیر پیدا کنیم، یه دفعه نریم وسط فایت چیز تمام کنیم. میرم یه بیوایی دیگه، این هم از جامت ما. با اینجا گوشیم باگ شد، گفتم برم این درافه یه انتقام سخت. این رو یکی دیدیم فکر کردیم باته، گفتیم ولش کن، ولی گفتیم برای کیل مهمه. اینجا آقا پیاده شدیم و گفتیم باتا الان فقط سری میرن. آقای بابات ما رو تمیز کرده. بریم کمی چیزاشو لطف کنیم، تیر شاید داشته باشه. این باتا زیاد لطف میکنن. بله ولی همچنان هم نداشت زیاد. آقا دیدیم خیلی دیگه شلوغ شده، گفتیم اینو ول کن بریم اینوری، شاید کمی خلوت‌تر باشه. رامون رو گم نکنیم، بریم در بغل بریم. دیدیم یکی سوار تانک شده بود، خیلی سریع از اونجا دور شدیم. گفتیم شاید اسکادش روش باشه. این بیوایه واقعا خیلی خوشگله، نگاهش چقدر زیبا. حاجی دیره دفعه تموم کم اسموک بندازیم. حاجی اینا که باتن. ما اینجا گفتیم بزنیم به فرار، اینجا گوشیم این از لک شد. شد این بیگایه هم گرفتیم. ما گفتیم دوده بود، گفتیم این هاور بریم، یه دفعه نمیریم، نیدم نداشتیم، ریسک رو کردیم رفتیم. اینجا خیلی لوت داره. این به به عجب لوتایی. وایسا کنیم لوت کنیم. زیاد هم لوت نداشتن آخه، کمی بیشتر لوت کنیم. بینم میشه برای دیگه گفتیم باشید بس. جای آرمور 200 ما زدیم، گفتیم بریم هیوزون، خطر داره. این ساتیل میاد، گفتیم بکمپیم،
راش بریم. او او یارو بود. این هم از عاقبت این خبیرا. خیلی ممنون تا اینجا ویدیو ما رو دیدید. اگر خوشتون اومد لایک اصلا بهتون